به نام خدا. علی محمد اخوان هستم، طراح، مدرس و نویسنده اولین هندبوک سیستم‌های اطفاء حریق و مدیریت دود در ایران. در این دوره در خصوص نرم افزار کریر برای شبیه سازی در خدمت دوستان هستیم و در قسمت اول در خصوص وارد کردن اطلاعات آب و هوایی به نرم افزار توضیحاتی رو عرض خواهم کرد. قبل از شروع در خصوص این پنجره ها کمی توضیحاتی رو بدم. قسمت اول که نیو هست برای تعریف پروژه جدید هست. آیتم اوپن برای حالتی است که شما پروژه رو در داخل همون سیستم یا لپتاپی که کار میکنید میتونه در واقع صورت بگیره، ولی اگر یک فایلی رو شما روش کار کردید، خواستین تغییراتی بدید یا بدید یکی از عزیزانتون استفاده کنه یا روی سیستمتون در واقع این رو ذخیره کنید و ولی در منزل استفاده کنید، گزینه اوپن در واقع جوابگو نیست و شما ابتدا باید پروژه رو در واقع آرشیوش کنید، در یه جای ذخیره کنید و هر عزیزی که میخواد استفاده کنه یا خودتون ببرید مثلا در منزل استفاده کنید، باید عرض شود که از تب بازیابی یا ریترپ در واقع استفاده کنید که بتونید پروژه رو روش ادامه بدید. پس گزینه اوپن فقط برای شرایطی است که پروژه رو در داخل همین سیستمی که در واقع در حال کار هستید میتونید استفاده کنید. خب یک نیو در واقع استفاده میکنیم. آیتم اول در واقع استاندارد تهویه است که ما بر اساس 62 که ورژن 2010 انتخاب میکنیم. انرژیش رو هم بر اساس 90 ورژن 2010 انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم. اولین تبی که در پنجره در واقع نرم افزار کریر هست پروژه ودر هست، شرایط آب و هوایی انتخاب میکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید در واقع در اینجا برای کشور ما در نرم افزار موجود نیست و ما باید اینها رو به روش هایی که جلوتر عرض خواهم کرد داخل نرم افزار کریر وارد کنیم. خب ابتدا ناحیه رو در واقع آسیا پاسیفیک انتخاب میکنیم. لوکیشن رو میتونیم عرض شود که ایران در نظر بگیریم و ما برای نمونه روی پروژه حالمون در خصوص شهر کرج در واقع انتخاب میکنیم. شرایط طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، شرایط‌های تابستانی و زمستانی رو از چندین روش میتونید انتخاب کنید که ما ابتدا از نشریه 271 استفاده میکنیم که اینجا ملاحظه میکنید که برای شهر کرج شرایط جغرافیایی 35.8 عرض جغرافیایی رو داده. ارتفاع از سطح دریا 4460 فوت هست و شرایط تابستانی ما درای بالمون بر حسب فارنهایت هست 96. تغییرات روزانه‌مون دیلی رنجمون 30 هست و دمای مرطوبمون هم 63 و 99 و شرایط زمستانی هم در واقع دمای خشک رو 17 داده و اینجا رطوبت نسبی داده که این رو عرض میکنم به چه شرایطی ما باید خدمت شما عرض کنم که وتبالمون رو به دست بیاریم. پس 35.8 و 44.60 رو در واقع در نرم افزار وارد میکنیم. اینجا مقدار این رو عرض شود که 35.8 وارد میکنیم. مقدار در واقع طول جغرافیامون زیاد مهم نیست، ولی خواستیم به دست بیارید میتونید از ویکی‌پدیا به دست در واقع استخراج کنید که ما اینجا عدد 50 منفی 50 انتخاب میکنیم. الیویشن رو واحدمون بر حسب فوت هست 4460 انتخاب میکنیم. در واقع درای بالمون در تابستان رو از اینجا استخراج میکنیم که 96 هست. دیلیمون هم 30 هست. پس 96 رو اینجا وارد میکنیم. دیلیمون رو هم در واقع 30 قرار میدیم. حالا وتبالمون رو میخونیم. وتبالمون 63.99 هست که اینجا ما در واقع 63.4 قرار میدیم.
در بست عرض شود که زمستانیمون درایبالمون رو اینجا داریم 17 برای شهر کرج و رطوبه نسبی رو 80.5 داده که اینجا ما این عدد رو 17 وارد میکنیم. اما در نرم افزار در واقع وتبال رو میخوایم. ما برای به دست آوردن این مقدار از عرض شود نرم افزار سایکومتریک استفاده میکنیم. توسط این نرم افزار با وارد کردن 2 تا پارامتر میتونیم پارامترهای دیگر رو به دست بیاریم که این مقدار رو 4460 قرار میدیم. درایبالمون رو عرض کردم اینجا چقدر داشتیم. درایبال رو 17 قرار میدیم و ریلاتیو هیومیدیتیمون رو 80.5 مطابق با این و میبینید که سایر پارامترها رو به ما داد که وتبالمون رو در واقع شد 15.57. 15.57 رو 15.57 رو در واقع وارد میکنیم. یه نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم که اگر شما به هر طریقی خب آیتم بعدی عرض شود که atmospheric clearance number هست که یه توضیحی من عرض کنم. هر جایی که روی نرم افزار در واقع شما مثل این حالت کلیک میکنید و عرض شود که دکمه F1 رو میزنید مشخصات و توضیحات اون قسمت رو براتون میاره که اصطلاحاً یکی ضریبه که اینجا خدمت شما عرض کنم که در خصوص شفاف بودن هوا و بحث پاکیزگی هواست که مطابق با این عرض شود که آیتم اومده 1.15 رو برای هوای خیلی تمیز استفاده کرده و 85 صدم رو برای هوای خیلی آلوده و کثیف که ما عرض شود که عدد 9 دهم رو برای تهران و یا کرج در نظر میگیریم. مورد بعدی هم هست که این رو کامل در هندبوک ارشد در واقع میتونن دوستان ببینن که اینجا ما هم عدد 9 دهم رو وارد میکنیم. آیتم بعدی در واقع average ground reflector هست. این آیتمه که دوباره ما F1 رو بزنیم اینجا در واقع مقدار در واقع بازتاب نور از سطح زمینه که هم در این نرم افزار این جداول رو میبینید و هم در هندبوک اشر فاندامنتال اونجا به صورت کامل آورده. و نکته مهمش اینه که میگه اگر زمینی در واقع به صورت ترکیبی باشه از مواد مختلف باشه عدد 2 دهم در واقع قابل قبول هست که توی نرم افزار هم این عدد رو داده. آیتم بعدی در واقع سویل کانداکتیویتی هست که این مربوط هست به عرض شود که ضریب خاکه که این رو باید از مهندس پروژه که عرض شود که اطلاعات ژئوتکنیک رو داره این رو باید از اون ناظر پروژه در واقع ما دریافت کنیم. مورد بعدی در واقع در خصوص دیزاین کویل هست که ما به نرم افزار میگیم که از ژوئن تا دسامبر این رو برای ما بگیره. آیتم بعدی تایم زون هست که برای کشورمون در واقع منهای 3.5 هست که وارد میکنیم. آیتم بعدیمون در خصوص در واقع تغییرات ساعت هست که دیلی لایت سیوینگ تایم هست که ما در واقع میگیم این رو لازم داریم و شروعش برای ما حالا توی تهران و کرج از خدمت شما عرض کنم اول فروردینی که میشه 20 مارچ. اینجا مارچ رو انتخاب میکنیم میگیم از 20 مارچ باشه و پایانش هم عرض شود میشه 21 سپتامبر. اینم 21 وارد میکنیم و سپتامبر رو انتخاب میکنیم.
خب تا اینجا این تب در واقع دیزاین پارامتر ما گفتیم که مربوط به در واقع داده های پیک هست و اگر ما بخواهیم در واقع برای روز و ماهای مختلف در طول سال بخوایم از تب دیزاین پارامتر و دیزاین سولار استفاده میکنیم که این دو رو عرض شود که ما باید از نرم افزار مختلف مثل متونورم یا کانسولنت، حالا جلوتر توضیح خواهیم داد، در واقع استخراج کنیم و اینجا وارد کنیم. و اگر ما این رو عرض شود که فایل های EPW از مثلا به عنوان نمونه از متونورم وارد نکنیم، این رو به صورت تقریبی و غیر دقیق اصطلاحاً برای ما برازش میکنه. آیتم بعدی هم سیمولیشن هست که بعد از نرم افزار در واقع متونورم توضیحاتش رو خدمت عزیزان ارائه خواهیم داد. میریم در نرم افزار در واقع متونورم که ورژن 8.03 هست که این رو من از سایت در واقع سافت 98 جدید هست دانلود کردم. در قسمت عرض شود لوکیشن، به عنوان مثال اگر ما تهران رو بزنیم، همینطور که ملاحظه میکنید دو بخش داره. یه بخشی از تهران هست به این شکل که به صورت اینترپولیت، یعنی میانیابی میکنه، یا اینکه در واقع مثل فرودگاه مهرآباد هست که اینجا اصطلاحاً ویدر استیشن، یعنی ایستگاه هواشناسی است. اما برای اینکه کامل ما موضوع متوجه بشیم، شهر کرج رو اینجا ما میاریم، میبینید که به صورت اینترپولیت هست که به این شکل ما نمیتونیم در واقع استفاده کنیم و باید یه شهر کرجمون رو اطلاعات دقیق رو براش وارد کنیم. در قسمت یوزر دیفایند شما میتونید از این تب مپ استفاده کنید و برای شهر مورد نظرتون در واقع این اطلاعات طول و عرض جغرافیایی رو وارد کنید. برای این کار ما از نرم افزار یا حالا سایت با حساب استفاده میکنیم. قسمت نقشه و مکان رو انتخاب میکنیم، مختصات و ارتفاع رو در واقع اینجا میاریم، روی شهر مورد نظرمون به عنوان مثال همین کرج رو میاریم خدمت شما عرض کنم که و میریم به عنوان نمونه ما اینجا شهرک اداری است که میبینید هنرستان فنی حرفه‌ای است، شرکت گاز استان البرز هست و اینجا میریم ریزتر میشیم و میبینید اینجا که سازمان نظاممندی استان البرز، اینجا روش کلیک میکنیم و همینطور که ملاحظه میکنید اینجا طول رو 51 داده، عرض رو 35 و 84 داده و ارتفاع از سطح دریا بر حسب متر 1460 داده. پس این طول رو ما داریم و خدمت شما عرض کنم که خب این اعداد رو در واقع ما داخل نرم افزار متونورم اینجا 35 و 84 رو وارد میکنیم. اینجا عرض شود ارتفاع هم 1460 بود و این رو 51 وارد میکنیم و اصطلاحاً یک موقعیت جدیدی رو معرفی میکنیم که اینجا می‌نویسیم کرج، در واقع البرز و نظام. اینجا انتخاب میکنیم. اینجا ارتفاع از سطح دریامون 1460 متر بود و سچویشن، یعنی وضعیتش رو هم شهر انتخاب میکنیم و اینجا این رو سیو میزنیم. پس پروژمون شد کرج البرز خط تیره نظام. این رو سیوش میکنیم. خب کلوز رو میزنیم، میریم در قسمت یوزر دیفاین. ملاحظه میکنید که اینجا خدمتتون عرض کنم که نظام البرز رو دارید. اینجا
مثبت رو میزنیم، در این پنجره در واقع ظاهر میشه و رو این رو انتخابش میکنیم و دکمه نکست رو میزنیم. اینجا یه سری در واقع سناریوها داره که میتونید حتی برای آیندهم، شما برای سالهای آتی هم در قسمت فیوچر بتونید مثلا برای 2050 هم آنالیز کنید که فعلا کاربرد نداره. آیتم بعدی نکست رو میزنیم. پنجره مهمی که ابتدا داریم در واقع شبیه سازی ساختمون رو با در واقع پسوند EPW's که اینجا برای نرم افزار کریر و انرژی پلاس از این استفاده میکنیم و یا میتونیم از در واقع TMY2 استفاده کنیم که این رو جلوتر توضیح خواهیم داد. و این هم برای بحث فوتوولتاییک ها میتونیم از این استفاده کنیم. قسمت هم برای قسمت در واقع سولار هست، انرژی خورشیدی است که میتونیم انتخاب کنیم. پسوند رو EPW انتخاب میکنیم برای نرم افزار کریر و انرژی پلاس. نکست رو میزنیم. همونطور که میبینید این عرض شود که با عنوان نظام البرز این رو در واقع برای ما داره خروجی میگیره. نکته‌ای که مهم هست، این داده هایی که توسط متونورم داده میشه عرض شود یک سری داده های آب و هوایی به صورت خام هستن و دوستان باید توجه کنن که این اطلاعات رو ما به هیچ وجه نمیتونیم مستقیما وارد نرم افزار کریر بکنیم و باید سه تغییراتی روش انجام بدیم که در جلوتر عرض خواهم کرد. خب این رو میتونیم سیوش کنیم در هر جایی که مد نظرمون باشه. ما به عنوان نمونه در دسکتاپ این رو براش انتخاب میکنیم، اوکی رو میزنیم و روی در واقع ماهانه داره و ساعتی که ما ساعتی مد نظرمون هست این رو در واقع داره برای ما تولید میکنه. این داده آب و هوایی خام هست که همینطور که ملاحظه میکنین در واقع این داده رو ما در اینجا نظام البرز رو میبینید که برای ما در واقع نرم افزار متونورم انجام داد. خب اینجا دیگه ما با نرم افزار در واقع متونورم کاری نداریم و میریم عرض شود که از نرم افزار Data Utility to Assistant to in Creating Energy Plus Weather Format هست که از این نرم افزار در واقع ما استفاده میکنیم و این داده های خام رو وارد این نرم افزار میکنیم و این نرم افزار علاوه بر فایل های EPW یه سری فایل های CSV همون فایل های اکسل رو باید به ما بده. بعد از اینکه این رو خروجی گرفتیم این رو میتونیم وارد نرم افزار کریر کنیم. پس این فایلمون رو انتخاب میکنیم. خب ما میریم توی دسکتاپ و اینجا نظام البرز رو انتخاب میکنیم. خروجیمون میگه بر اساس چه حالتی باشه، میگیم اینجا بر اساس EPW و CSV باشه که هر دو رو انتخاب میکنیم. اینجا سیو فایل میگه کجا این رو در واقع من سیوش کنم. من این رو به خاطر اینکه متوجه بشن دوستان یک عدد 3 هم اینجا میذاریم که عرض شود که این رو در اینجا ذخیره کنه و دکمه کانورت رو که میزنیم خدمت شما این فایل رو اشاره میکنه که در واقع کامل شد. این اطلاعات رو میریم در اینجا میبینیم که این فایل ها رو برای ما در واقع تولید کرد. خب مجدد وارد نرم افزار کریر میشیم. این اطلاعاتی رو که داشتیم رو خب مجدد وارد نرم افزار کریر میشیم و مجدد تکرار میکنم که این دیزاین پارامتر در واقع داده هایی است که به صورت در واقع پیک هست و ما اگر داده های
رو بخواید در طول سال باشه از پنجره دیزاین پارامتر و دیزاین سولار استفاده میکنیم. خب حالا میخوایم داده ها رو در واقع وارد کنیم، از گزینه ایمپورت ودر فایل استفاده میکنیم. در خدمت شما عرض کنم پروژه ما نظام البرز بود. این فایل APWی که در واقع استخراج شده رو انتخاب میکنیم. همونطور که ملاحظه چند ثانیه طول میکشه و این با موفقیت انجام شد و حالا اگر ما وارد ارشاد این پنجره بشیم میبینیم که این اطلاعات رو در واقع که از متونورم گرفتیم و خام بود به صورت در واقع کامل وارد نرم افزار کریر شد و دکمه اوکی رو اینجا میزنیم و این پروژه رو در واقع میتونیم اینجا در واقع ذخیره‌اش کنیم به اسم نظام البرز. حالا یک فایرگس هم میدیم و این پروژه در واقع برای ما اینجا میبینید که ذخیره شد. خب روش بعدی ما در واقع توسط نرم افزار کلایمت کانسولنت هست، ورژن 6 که این رو هم میتونید از سایت های دانلودلی و صاف 98 در واقع دوستان دانلود کنند و دانلودشون بسیار راحت هست. خب در اینجا ما باید در واقع نوع ساختمون رو انتخاب کنیم، به صورت رزیدنتال هست یا در واقع به صورت اسمال نان رزیدنتال هست. این گروه بندی رو باید انتخاب کنیم. نکته بعدی انتخاب واحد هست، ایمپریال یا متریک هست و اینجا چند تا پنجره داره که پنجره اول مربوط به اطلاعات آب و هوایی است از سایت کالیفرنیا. دومی برای یک پروژه است که در واقع ما داریم که الان میتونیم همین اطلاعاتی رو که از نرم افزار انرژی پلاس در واقع ذخیره کردیم اینجا استفاده کنیم، یا میتونیم دانلود کنیم در واقع داده های آب و هوایی رو که این رو ما انتخاب میکنیم. اینجا در واقع این داده های آب و هوایی رو میره به سایت عرض شود که انرژی پلاس میاد. در اینجا ما میتونیم ناحیه‌مون رو ایران انتخاب کنیم، آسیا انتخاب کنیم، عذرخواهی میکنم. تب بعدی میتونیم در واقع شهرمون رو انتخاب کنیم که اینجا میتونیم این شهر رو انتخاب کنیم. و نکته ای که هست این نرم افزار در واقع شهرهایی است که در واقع به صورت خیلی جزئی و برای شهرهای خاص اینجا تعریف شده. برای نمونه ما میایم عرض شود که شهر شیراز رو انتخاب میکنیم و همینطور که میبینین اینجا پنجرهایی داریم، میتونید همه رو با هم دانلود کنید. اما ما روی EPW کلیک راست میکنیم و کپی لینک رو میزنیم، وارد نرم افزار میشیم و اینجا پیست لینک رو که بزنیم این اطلاعات رو وارد کرد و اگر ما اینستال رو بزنیم در واقع چند لحظه طول میکشه و این اطلاعات رو به راحتی میتونه داخل نرم افزار کلایمت کانسولنت وارد کنیم که تمام مشخصات رو اینجا به ما داده که مورد در واقع مبحث ما نیست. فقط توضیحات مختصری رو بنده عرض کنم. اینجا میبینید که شهر شیراز رو آورده، طول و عرض جغرافی رو به ما داده، ارتفاع از سطح دریا رو داده. اینجا در واقع مودهای کامفورت رو داره که شرایط آسایش رو چندین مورد هست که این مربوط به کالیفرنیا است که خب به ما نزدیک نیست و بهترین گزینه ما گزینه دوم هست که استاندارد در واقع 855 هست که مربوط به همین فاندامنتال. این رو میتونیم انتخاب کنیم. در خصوص این پنجره اعدادی که در واقع به صورت سفید رنگ هست این رو میتونید شما تغییراتی رو روش اعمال کنید، ولی پنجره هایی که به صورت خاکستری هستند در واقع تغییراتی رو نمیتونیم انجام بدیم. در عرض شود که پنجره بعدی میاد خدمت شما عرض کنم که رنج درجه حرارت رو به ما میده در طول سال که فعلا مد نظر ما نیست و ما تنها از پنجره آخر این نرم افزار که
خدمت شما عرض کنم که نمودار یا چارت سایکومتریک هست استفاده میکنیم. ملاحظه میکنید اینجا استراتژی طراحی رو در واقع توضیح میده. این اعداد در واقع به ما نشون میده که در 20% از این پروژه ما در واقع میتونه به شکل کامفورت باشه و عرض شود 15.9 میتونه بر آیتم سان شیدینگ باشه و 26 میتونه در واقع سرمایش تبخیری مستقیم باشه. 20.7 در واقع سرمایش تبخیری عرض شود 2 مرحله‌ای باشه و نچرال ولدینگ و ونتیلیشن و الی آخر. روی هر کدوم از این پارامترها در واقع شما کلیک کنید، ببینید اینجا عرض شود گراف رو به شما نشون میده و به خاطر اینکه بهتر بتونید عرض شود پروژهتون رو تحلیل کنید، اینجا آیتمی داره به اسم شو بست set of design strategy. این رو بزنید در واقع پروژه شما رو خدمت شما عرض کنم به صورت کامل اینجا نشون میده و مجدد برگردین روی این پروژه. میتونید هر کدوم از آیتم ها رو که انتخاب کنید ببینید که این الان ببینید اینجا در واقع بحث باد هست که نشون میده و به عنوان نمونه اینجا عرض شود سرمایش تبخیری 2 مرحله است که میبینید این رو بزنیم به این شکل نشون میده و هر کدوم شرایط کامفورت، شرایط عرض شود که سایبان ها رو اینجا روی نرم افزار کامل میتونید شما در واقع ببینید و گزینه نکس رو که بزنین اینجا خدمت شما عرض کنم که این لینک رو به شما میده و میتونید این رو داده هاش رو در واقع در نظر بگیرید و در پنجره بعدی در واقع یک سری عرض شود گایدلاین های رو اینجا به شما توضیحاتی رو ارائه میده که میتونید ازش برای پروژهتون استفاده کنید. در پنجره آخری هم که گلبادهای در واقع روی ساختمون رو میبینید که به چه شکل هست که اینها در کلاس آموزشی در بخش‌های بعدی کامل در خصوصش صحبت خواهیم کرد. پنجره نکس رو بزنین عرض شود که اینجا میتونید ازش پلات بگیرید و اینجا میتونید تنظیم کنید که چه آیتم هایی رو در واقع شما دارید که اینجا میتونید در واقع ازش پلات بگیرید و میتونید بر اساس ساعتی و یا روزانه انتخاب کنید و سیف پلات رو که بزنین عرض شود برای شما خروجی خواهد گرفت. خب مورد بعدی میتونید از سایت در واقع Climate One Building ORG استفاده کنید. همینطور که ملاحظه میکنید اینجا برای کشور ایران رو میتونید انتخاب کنید. اینجا خب این نرم افزار که میتونید استفاده کنید برای یک سری از شهرهای خاص داده. به عنوان نمونه همین البرز رو انتخاب کنید، میبینید که برای فرودگاه پیام داده. پس اگر شما بخواید به عنوان پروژه ما بود برای نظام مهندسی بود از این اطلاعات نمیتونید استفاده کنید. این فقط برای تعدادی از در واقع مناطق در واقع شهرهای مختلف رو به شما داده و عرض کردم اگر به صورت دقیق بخواید باید از نرم افزار متونورم برای اون نقطه مورد نظرتون استفاده کنید. میرید برای شهرهای مختلف رو اینجا اومده داده که به عنوان مثال این برای زنجانه که 2 نقطهش رو 4 نقطه اینجا داده و هر کدوم رو میتونید در واقع شما انتخاب کنید و این فایل رو در واقع ذخیره کنید که به صورت زیپ هست. مورد بعدی هم در واقع سایت عرض شود داده‌های اقلیمی به اسم TMY هست که دیدین توی نرم افزار عرض شود که متونورم هم اگر ملاحظه کنید اینجا در واقع میتونید به این شکل TMY2 هم شما از نرم افزار متونورم هم خروجی بگیرید. خب این مربوط به داده‌های اقلیمی است که یا آقای دکتری در
اشتباه نکنم تبریز این رو انجام داده، دکتر عبدالسلام هست. ولی اینجا قسمت دانلود اقلیمی میتونید انتخاب کنید که با پسوندهای EPW و TMY2 میتونید خروجی بگیرید. این هم عرض کردم برای تعداد از شهرهای مختلف ایران داده، مثلا برای تهران مهرآباد داده و شمیران. ولی اگر شما بخواید به عنوان نمونه برای سازمان نظام مهندسی که در شهرک غرب هست، باید دوباره از همون نرم افزار متونا رو استفاده کنید. این سایت هم اینجا توضیحاتی داده که اگر در واقع برای نقطه خاصی مد نظرتون باشه میتونید بهشون سفارش بدید و این داده ها رو برای شما تولید کنن که فکر میکنن ظاهرا باید پولی باشه. خب این هم برای شهرهای مختلفه که شما میتونید استفاده کنید. این سایت هم معرفی کردیم که دوستان اگر برای شهرهای مثلا به عنوان نمونه برای گرگان باشه میتونن این داده های آب و هوایی رو از این سایت استخراج کنن که میبینید در واقع طول و عرض جغرافی ارتفاع از سطح دریا رو داده و در نهایت هم میتونید اینجا در واقع روی خرید فایل کلیک کنید و این داده ها رو در واقع بعد اینکه مبلغی رو پرداخت کردید این داده ها برای شما ارسال میشه که میبینید با پسوندهای مختلفه و برای نرم افزارهای مختلفه. خب ما بخش در واقع ودر رو کامل توضیح دادیم که به چه شکل در واقع میتونیم از این داده ها استفاده کنیم. نکته آخر اینه که متاسفانه من دیدم اکثر دوستان برای در واقع ورود اطلاعات آب و هوایی متاسفانه از نشریه 271 استفاده میکنن که خب عرض شود که نشریه قدیمی است و این داده ها زیاد بهش اطمینانی نیست و برای این قسمت عرض کردم از سایت های مختلف میتونید اعداد رو وارد کنید و بیشتر مد نظر ما قسمت دیزاین تمپرچر و دیزاین سولار هست که برای در واقع روزها و ماهای مختلف سال هست که الزام داره وارد نرم افزار کنیم و اگر نه به صورت کلی همین شکلی که بعضی از همکاران انجام میدن و فقط این اعداد رو در قسمت دیزاین پارامتر که فقط مربوط به داده های عرض شود که پیک هست استفاده میکنن. خب نرم افزار هم قطع یقین اطلاعات دقیقی به ما نخواهد داد و خروجی کار ما هم در واقع متفاوت خواهد بود. امیدوارم این مبحث مورد قبول دوستان باشه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.